اینا برادرها اومدیم همینجا. اینا برادرها تاجیکا همه برای ترکیه، برای مسلمانا قبول کنه وجه. هزار رحمت، هزار رحمت. این برادرها دوستان عزیز، این برادرها این همین سفارتخانه، این سفارتخانه ترکیه. این برادرها اومدیم همینجا. این برادرها تاجیکا همه برای ترکیه، برای مسلمانا خداوند خیر کنه که قبول گردونه. ما میسپاریم اینجا. قبول کنه وجه. هزار رحمت، هزار رحمت. این برادرها برادران عزیز، این مصیبتی که بالای سر مسلمان آمدگی خداوند هیچ وقت بالای سر یگام تیما و شما نیاره. خداوند بزرگ نگهبان ما باشه. ما رفتیم نام نویس کردیم، سپاریدیم بارو را. خداوند بزرگ هر یک نفری که خیر میکنه ما اونجا دیدیم با بی‌نهایت برادرها بسیار خیر کردن. ما تاجیکا البته که ملت خیرخواه ملت هستیم که ما دست همدیگر را، دست مسلمانان را هم وقت میگیریم. مردم ترک ما هم وقت در برتونیم. البته که ما مسلمانان یک جاییم. زنده باشید، سربلند باشید. خداوند نگهبان هممون باشه. زنده و سربلند باشید. ای دست ما تاجیکا چند کار بیاید، چند خدمت میاد، ما با مسلمانان روی دنیا هم کمک میکنیم، هم خدمت میکنیم. مردم سوریه، مردم ترک زبان، خداوند همه ما مسلمانان را نگهبان باشه. باقی سربلند و خانواد باشه. خداوند یارو مددگار بود. چیزی که امانت در دست ما بود ما بردیم ساق و سلامت به خیانت برده سپردیم. خداوند قدمی که ما در همین راه زدیم در نامه اعمال ما نوشته بگردونه. داغوی هم دیگر باشید. خداوند بزرگ نگهبان باشه. الله اکبر. زنده باشید. انا دوستان عزیز، با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بده با شما توصیه میتونم شرکت موحدین مرحمت این رقمشون واتساپ دارن، مرحمت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو ودنی استادیون های. آفیسشون مرحمت کنین برادرها. البته ماشین‌های نو و زمانوی در خدمت شما است. مرحمت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما شرکت موحدین. باقی سربلند و خانواد باشین. همه وقت جیبکاتون پری پل باشد. زنده باشین.